خاخام اسرائیلی که گفتش جهان باید از ما تشکر کنن. اینا میخوان بزرگ بشن، بالفطره آدمای پستی بشن، ما داریم پاکسازی میکنیم، ما داریم به شما خدمت داریم میکنیم. شما باید از ما تشکر کنین که ما کودکان رو داریم میکشیم. چون این کودک در آیندهش میخواد گرگ بشه، ما بچه گرگو کشتیم. به جای که بعد بذاریم بزرگ بشه و آسیب بزنه، از همین الان قبل از اینکه آسیب زده باشه، قبل از جنایتش ما قصاصش رو کردیم. این منطقشه، ریشه در دینش داره، اعتقادش داره، یعنی اون فکر میکنه خدا اینو ازش میخواد. قرآن بعد از انقلاب ایران که نازل نشده، که قرآن که بعد از شکلگیری صهیونیست و تشکیل اسرائیل نازل نشده. میفهمد یهودی ها حرفشون اینه که نحن ابناء الله و احباؤه، میگن که ما فرزندان خدا هستیم و عزیزان و محبوبان خدا. این منطقشونه.